شب 30 دسامبر سال 2000 تو حومه شهر توکیوی ژاپن، مرد ناشناسی با به جا گذاشتن اثر انگشت خودش داخل یه خونه پر از قربانی محل حادثه رو ترک میکنه. وقتی پلیس‌ها با تماس‌های متعدد یه زن به محل حادثه میرسن، با اجساد بیجون اعضای خانواده میازاوا مواجه میشن. بازرسای صحنه جرم تلاش زیادی کردن تا هویت قاتل رو مشخص کنن، ولی آیا تونستن به نتیجه‌ای هم برسن؟ امروز میخوایم با هم پرونده رازآلود خانواده میازاوا رو بررسی کنیم. خانواده میازاوا یک خانواده 4 نفره بودن که پدر خانواده میکیو 44 ساله تاجر و مادر خانواده یاسوکای 41 ساله معلم بود. اونا 2 فرزند هم داشتن به اسم نینا و ری. سال 1991 خانواده میازاوا تو منطقه ستاگایا خونه‌ای خریدن و به اونجا نقل مکان کردن. ستاگایا منطقه‌ای به نسبت شلوغی بود، اما جاهای زیبا و دنج هم کم نداشت و همین برای ترغیب کردن میکیو و همسرش که شخصیت آرومی داشتن کافی بود. چند وقت بعد عوامل شهرداری تصمیم میگیرن پارکی که نزدیکی خونه این خانواده بوده رو بزرگتر کنن. برای این کارم نیاز داشتن که خونه ساکنین اون اطراف رو خریداری میکردن که موفق هم شدن، به طوری که تا نزدیکای سال 2000 فقط 3 خانواده در اون منطقه زندگی میکردن. به همین خاطر خانواده میازاوا از یه برهه زمانی به بعد همسایه‌های کمتری داشتن. برمیگردیم به شب حادثه. درست در شب 30 دسامبر سال 2000 تمام اعضای خانواده میازاوا به طرز مشکوکی توسط یک فرد ناشناس به قتل رسیدن. پرونده قتلی که هنوز حل نشده و هیچ فردی از این قتل عام زنده نمونده که حداقل ماجرا رو برای پلیس تعریف کنه. پلیس با توجه به شواهد و مدارک صحنه جرم رو اینجوری بررسی میکنه که قاتل از پنجره کوچیک حموم که توی طبقه دوم بوده وارد خونه خانواده میازاوا شده و به احتمال خیلی زیاد چون اتاق ری پسر این خانواده دقیقاً کنار حمام قرار داشته، شخص اول وارد اتاقش شده و اونو خفه کرده. نکته دلخراش این قضیه اینجاست که با وجود بیرحمانه کشته شدن ری 6 ساله، نوع به قتل رسیدن بقیه اعضای خانواده به مراتب وحشتناکتر هم بوده. قربانی بعدی پدر خانواده بود. میکیو احتمالاً اون شب در حال کار کردن توی طبقه اول بوده، چون پلیس جسدش رو کنار پله‌های طبقه اول پیدا کرده که زخمای عمیق چاقو روی بازو، سینه و صورت اون مشاهده میشه. بازرسای صحنه جرم تونستن که قسمتی از آلت قتل رو داخل جمجمه میکیو پیدا کنن. بعد از اون متوجه میشن که سلاح قاتل چاقوی ساشیمی بوده که توی ژاپن معمولاً از اون برای ماهی‌ها و موجودات دریایی استفاده میشه. پلیس‌ها تو پرونده نوشتن که شخص ناشناس موقع شروع حمله با استفاده از همین چاقو ضربات متعددی رو به بازو و سینه میکیو وارد کرده تا اونو از پا در بیاره و آخر سر هم با ضربه محکمتری چاقو رو به جمجمه اون فرو میبره. شدت ضربه هم طوری بوده که باعث شکسته شدن چاقوی ساشیمی میشه. و 2 قربانی آخر یاسوکا و دخترش نینا بودن. یاسوکا و نینا هر دوتاشون توی اتاق زیر شیروانی خوابیده بودن. قاتل به همراه ساشیمی شکسته یه چاقوی دیگه هم از آشپزخونه برداشته بود. اون با استفاده از نردبون تاشویی که نزدیک همون بوده وارد اتاق شیروانی شده. یاسوکا و نینا هنوز خواب بودن که قاتل بالا سرشون میره و به شکل بیرحمانه‌ای با تیغه به صورت و گردن نینا و یاسوکا ضربه زده تا اونا رو از خواب بیدار کنه. وقتی که اونا از خواب بیدار میشن با چاقو بهشون حمله میکنه و اونا رو کتک میزنه و جفتشون رو به قتل میرسونه. صبح روز بعد یعنی 31 دسامبر مادر یاسوکا حدود ساعت 10 چندین بار با تلفن خونه اونا تماس گرفته، اما کسی تلفن رو بر نداشته. انگاری که قاتل سیم تلفن رو قطع کرده بوده. مادرش نگران شده و به خونه دخترش رفته و هر چه قدم در زده کسی پاسخگو نبوده. آخر سر ساعت 10:56 یعنی حدود 1 ساعت بعد با پلیس تماس گرفته و وقتی که پلیس ها سر رسیدن و داخل خونه رفتن با اجساد روبرو شدن.
اما میرسیم به نکته‌های نگران کننده‌ای که درباره این پرونده وجود داره. برای مثال پلیس اصلا مطمئن نیست که قاتل چجوری وارد خونه شده و صرفاً حدس میزنه که شاید از پنجره حموم وارد خونه شده باشه. چرا حالا؟ چون در خونه قفل بود و ورود از بقیه پنجره ها ممکن نبوده. اما مسئله اینجاست که پنجره حموم کوچیک بوده و یه آدم خیلی لاغر فقط میتونست از اون رد بشه. نکته بعدی اینه که شخص ناشناس به قدری مطمئن بوده که جا گذاشتن DNA براش دردسرساز نمیشه که یک عالمه DNA از خودش به جا میذاره، ولی تنها جایی که هیچ اثری ازش پیدا نمیشه روی پنجره حموم بوده. همینم احتمال وارد شدنش به خونه از طریق این پنجره کوچیک رو کم رنگ تر میکنه. و اما میرسیم به احتمالات پلیس. پلیس 2 احتمال رو برای این موضوع مطرح میکنه. این 2 احتمال پول و کینه هستش. اما وقتی واضح‌تر نگاه میکنیم میفهمیم که بحث دخالت پول تو این قتل غیر منطقی به نظر میرسه. چون قاتل فقط 15,000 ین یعنی معادل $90 اونم تو اون سال دزدیده و این خیلی بعیده که سر چنین مبلغی اینطوری حمام خون را بندازه. اون حتی 190,000 ین اضافی که داخل خونه بوده رو بر نداشته که این تئوری اول یعنی انگیزه مالی رو به طور قوی رد میکنه. اما آیا ممکنه کینه محرک اصلی انجام دادن همچین کار وحشتناکی باشه؟ میرسیم به تئوری دوم یا همون کینه. در جواب باید بگم که احتمالش زیاده، اما خب خانواده میازاوا به معنای واقعی هیچ دشمنی نداشتن و یک خانواده کاملا آروم و بی‌حاشیه‌ای بودن. با این حال هیچ شواهد و مدارکی هنوز هم وجود نداره که اثبات کنه انگیزه قاتل چی بوده. حتی هویت اون تا الان مشخص نشده. متفاوت بودن این پرونده نسبت به بقیه پرونده‌های سالهای قبل ژاپن باعث شده گروه‌های زیادی از آژانس پلیس ملی درگیر حل اون بشن و تا امروز بیشتر از چند کشور و چندین هزار نیروی مختلف و متخصص برای حل این پرونده تلاش کردن. اما هیچ کدوم باعث نشد که این پرونده حل بشه و قاتل این خانواده هنوز به صورت ناشناس باقی مونده.